پروژه بزرگ ملی و فراملی در جنوب کشور در کنار بزرگراه خلیج فارس و در راه اصلی کریدور شمال جنوب در حال احداث. اینو خبردار شدیم. یک، پایانه صادرات محصولات کشاورزی و دو، یک بارانداز محلی که پوشش میده محصولات کشاورزی 10 شهرستان استان چهارمحال و بختیاری رو. این دو پروژه رو آقای مهندس مجید کریمی که بیش از 10 سال در امر صادرات و واردات هستند و تکنولوژی‌هایی از 16 کشور در همین رابطه وارد کشور کردند و در این مورد کاملا مسلط و آشنا هستند و می شود گفت علاوه